سلام هموطن که هنوز زنده ای. اینجاییم تا میما رو بازسازی کنیم. یه ایده خیلی خوب واسه ویدیو گرفتن. میما ترند اینستا رو از اول تا آخر بررسی کردیم و اونایی که میتونیم اینجا بگیریم و آوردیم که عملیشون کنیم. فقط بعضیشون باید تو استودیو بگیریم. قبل اینکه بیایم اینجا اونا رو گرفتیم. اول بریم اونا رو نگاه کنیم، بعد میایم اینجا چه میمایی دست پا کردم واسهتون. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. It's cool, just cool, into the mouth. Nice. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. بچه ما واسه این که ویدیو طبیعی بشه میخواستیم اون میم این گیمره رو بگیریم. روی صورت من آب ریختم که حالا اون عرقی که اون گیمری کرده بازسازی بشه و اینجا به گند کشیده شد. حالا اینو گفتم که بدونید. بریم سراغ میمای بعدی. بچه الان میم بعدی که میخوایم بگیریم اون یاروه بود میگفت هه بای، بعد میخندی سیاه‌پوست آشپزه. Spicy meat. Yeah boy. اونا میخوایم بگیریم. فقط بک‌گراند ما چیزه بچه‌ها، ما دیوار و ایناه، اون تو جنگل و درخت مرخ خوششه. احتمالا یا الان بریم پارک تندرستی بگیریم یا اینکه با من همینجا یک کاریش بکنم دیگه، با ادیت و اینا یه چیزی بذارم بک‌گراند دیگه. به هر حال بچه‌ها راستی الان داریم میریم پارک، ایده بزنن. اون میم مستر بین بود توی یه دشت زردی بود با گلای زرد که داره منتظر مونده واسه یکی، ای ساعتشو نگاه میکنه این برابر نگاه میکنه. اون میم جالبیه توی یه فضا سبزی. خب الان هم داریم میریم پارک، گفتم موقعیت خوبیه اون هم به لیست میمامون اضافه کنیم. تو لیست میما نبود الان اومد به ذهنم، امیدوارم خوب در بیاد. حالا این پارت یکش خیلی روش کار نکردیم، پارت دو وقتی میاد مطمئن باشید میترکونه، چون پارت دو خیلی قراره رو میما کار کنیم. الان فقط یه چیزی داریم میدیم بیرون چون توی یوتیوب فارسی همچین چیزی نداریم، یه موضوع دست نخورده‌ایه، واسه همین داریم اینو میگیریم، ولی پارت دو میترکونه مطمئن باشید. خب رسیدیم پارک، خیلی هم گرمه، 12 ظهره، ولی خب همه چی عالیه دیگه. بک‌گراند واسه ویدیو پیدا کنیم بریم بگیریم میما رو. فقط از گرما داره خارمون گار. دنبال جاییم یه جای خوشگل آلاچیقتور پیدا کنیم و میم ههبایو بگیریم، بعد بریم سراغ مستر بین. یه سری گلام اونورا هستن، حالا ما نمیدونم گلا نمیتونیم بچینیم، اون میچینه گلا رو بنده خدا حاجی. حالا یه کاریش میکنم با ادیت نمیشه گل از فوتوشاپ فکر نکن. داش دنبالش ولی سوسیس نمیپوشم اینجا. سوسیس؟ ای بنده خدا ولت کردم. ای بنده خدا. بچه ها فقط اینجا پر گله، نگاه کنید پر گله اینجا، همش هم خیسه، دیروز بارون اومده، ما دراز نمیتونیم بکشیم، ولی خب تا همینجا هم اوکیه. الان بریم یه آلاچیقی جایی پیدا کنیم که اون میم ههبایو بگیریم. اونو خیلی هستم بگیریم. این کلا رو من اینطوری برعکس میذارم، مثل همون پارچه‌ای میشه که روی چیز یاره، فقط اون سفید بود این سیاهه دیگه. شما به چیز خودتون ببخشید. اینقدر تفتق نکن. اینقدر تفتق نکن، فهمیدیم تو جایی. خیلی ممنون از شما. بله. Spicy meat. Yeah boy. Hey boy. Hey boy. یه سورپرایز هم واسهتون داریم که تا اینجا ویدیو موندی. یه دونه میمم مونده، اونم الان میگیریم. بچه ها کلی میمونده که هنوز نگرفتیم، توی پارت دو میگیریم. پارت دوش داره روش کار میشه، فعلا توی ویدیو جا نمیشه بقیه‌اشو بگیریم. و این از این ویدیو بود پارت یکش. منتظر پارت دو باشیم، مراقب سلامتیتون باشین. خداحافظ.